سلام بچه‌ها، چطورید؟ من مرسادم. منم میثمم. اینجا پیژامه است. بچه‌ها ما امروز اومدیم آنباکسینگ فیگورای اورجینال پاپ مارتو بکنیم. سری دیزنیش، پرنسس‌های دیزنی. بچه‌ها این یه سری 12 تایی از پرنسس‌ها. ما بریم اینو آنباکس کنیم. خیلی مدل‌های درجه یکیه واقعا. حالا می‌خوایم ببینیم تو این ویدیو کدوممون شانس بهتری داریم، چه پرنسس‌هایی در میاریم. من اول اینو خوشگلش کنم. لحظه رو برای همتون آرزو میکنم واقعا. تادا 12 تا پرنسس توشه که حالا الان میاریم از نزدیک ببینید. مدل چیسش دیو لومیر. این دیو ممکنه تو این 12 تا نباشه، ولی ممکنه به جای یکی از این 12 تا پرنسس این دیو باشه. این دیو خیلی ارزشمندتره. میسم برد میسم اینو برداشت، من بغلیشو برمیدارم. خب بچه من یه توضیح هم فقط قبلش بدم. عکس بلی که روی اینه کاورشه، رو همشون هم هست. میبینید الان روی این هم هست، نمیدونم روی این هم هست، رو همشون کاور بل هست، ولی توش معلوم نیست چیه. توش به طور کاملا شانسی یه دونه در میاد. خب تو اینا یه دونه کارته که عکس اون پرنسس روشه. مولان. مولان خیلی پرنسس خوبیه. چیه؟ فعلا یک مساویم. موانا. واقعا موانا بهتر از مولانه. حالا کدومو برمی‌داری؟ خب من اینو برمی‌دارم. اون خوب نی، این خوبه. سفید برفی. چیه؟ آریل. بچه آریل خوشگل ترین پرنسس دیزنیه. بذار اینجا 2-1. چرا؟ سفید برفی خوبه که. همین الان گفت خوشگل ترین آریله. چه ربطی داره؟ مگه ملاک زیباییه؟ ملاک پس چیه؟ اخلاق شما. بریم بعدی. کدوم انتخاب میکنی؟ من اینو برمیدارم. گیسو کمنده دیگه، خوبه که. جاسمین 3-1. چی 3-1 به نفع من؟ به نفع من دیگه. برای چی؟ خب انتخاب کن. چیه؟ ببینم. بل. خدایی تو این مورد شانسش خوب بود. اورورا. کی؟ زیبای خفته. چه؟ چی 3-3 با من 3-1 جلو بودم الان. چرا 3-1 جلو بودی؟ ما قبلیش اینجا شدیم 2-2 شدیم 3-3 الان 4-4. مثلا همینو برمیدارم. سیندرلا 5-2. بوگیر برند خود پاپ مارت هم هست. نمیدونم چیه توش، شاید هم چایی باشه. پرنسس خوبیه تیانا هم به نظر من. خب بچه ها این آخریشه. ولی من به دلم افتاده که مریدا پوکاهانتس. خب بچه ها حالا بریم دونه دونه اینا رو باز کنیم. لعنت بهش. این هم داداشاشن. نیستم ببین خرس شده. ببین واقعا قشنگه. واقعا کیفیت کار. خرسه تو بغلش. این یه دونه اینجوری و یکم آجی خیلی بامزه است. واقعا خیلی بامزه است. ببینم ماما میا ماما بچه باحاله، خیلی بامزه است. و اینم قورباغه‌اش. بچه ها سیندرلا ببینید واقعا فیگورای خفنیه. آقا اینو خداییش جدی دارم میگم. موانای عزیز و زیبای خفته خیلی قشنگه واقعا. یکی از بهترین رنگا و زنده ترین رنگا رو داشت واقعا. بچه ها بل اینجا رو ببینید. وای راپونزل عزیز. آقا ببین واقعا باحاله. ببین من چی بگم آخه. ما آریل رو داریم. ایشون خانم جاسمین هستن. من تو این مورد واقعا باختم. خیلی خوشگله. هر چقدر از زیبایی این یکی بگم براتون کم گفتم. یه ته قیافه دهاتی زیبا داره. واقعا خیلی قشنگه. خیلی، یعنی اون 7 کوتوله واقعا. و یه پرنده کوچولو. خانم زیبای تیانا با پت زیباشون. خانم آریل پری دریایی با پت زیباشون. مرسی از حضورتون. خانم راپونزل گیسو کمند،
عمه عروس خانوم، پوکاهانتس. اسم کارتونش چی بود؟ اون پوکاهانتس. این 20 تومن، این 25 تومن بخرید. عروس خانوم زیبا، خواهر عروس، البته عروس آینده، خانوم آرورا. فارسی چی بود؟ زیبای خفته. بسیار رنگ زیبا و شادی داره. خانم موانای عزیز، عمه عروس خانوم، به شدت پت زیبایی دارن. خودشونم از زیبایی چیزی کم ندارن، ولی پتشون به شدت بامزه است. این پشتش هم ببینید پارو داره. خانم سفید برفی عزیز، این خیلی جذابه. این جدا میشه بچه‌ها. واقعا خفنه، واقعا خفنه. آقا این موشا واقعا اصلا توی بطری هیچ عطاری نیست، یه همچین چیزیه. خیلی موشا خفنن، خیلی خفنن واقعا. نگاهش کن وای. خانم جازمین عزیز، دوست دختر علاءالدین، البته که گرفتش واقعا. مریدا، داداشاش اینجوری خرس میشن و آخ. فقط بچه ها روز جاویدانی که دستشه رو ببینید، فیگورا رو ببینید و لذت دیدن این فیگورا نصیب من شد. بچه‌ها این از این ویدیومون، امیدواریم که خوشتون اومده باشه. سعی کردیم همه این آنباکسینگ ها رو جوری نشون بدیم که دقیقاً دیتیلاش معلوم باشه و همین. دمتون گرم که ما رو دیدید. مرسی از نگاه زیباتون. تا ویدیوی بعدی، بدرود.